تصویب کردید؟ آقای دکتر من الان اگه بخوام قانون ما رو خوندی شما؟ بله من اتفاقا دیروز آقای انصاری در بنیاد باران اومد که خودش عضو اون کمیسیونی هست که در این قانونش که ریز برای ما توضیح داد، من همراه نیاوردم. میشه یه دقیقه توضیح بدید به بینندگان؟ من اصلا با یه دقیقه که نمیشه، من باید این سوالی شما رو جواب بدم دیگه. شما 10 تا مسئله مطرح کردین ما توضیح قانون بدیم، من میخونم در یه برنامه میشیم با شما مناظره میکنیم. ولی این کلیت این که شما قانون رو دعواتون سر دولت اینه که بکنیش 5 سال، یعنی همون بحث زمانی که من میگم، ولی دولت میگه در 3 سال این اجرا کنیم. من میگم به 5 سال هم نمیشه. من در سعادت آباد دارم زندگی میکنم. شما می‌خواستید 1 ساله این کارو بکنید از سال 84؟ ما 1 ساله رو نمی‌خواستیم انجام بدیم. شما یه مورد شماره ارسال کردی. نه اجازه بده آقای دکتر، قرار شد من حرف بزنم. ببین در سعادت آباد ما داریم زندگی می‌کنیم. نون سنگک، یه نون سنگک 200 تومن بود. تو همین بحث یارانه‌ها که مطرح شد کرد 500 تومن. در سعادت آباد که منطقه تقریبا متوسط بالای جامعه زندگی می‌کنه، بالا شهر هست. آقا این نونوای من قبل از دانشگاه اومدم می‌خواستم یه نون بخرم، صف طولانی بود نمیتونستم بخرم. الان خلوته. وقتی که بالا شهر جامعه ما نون 200 تومانی میشه 500 تومن نمیتونه بخره، شما برای این 14 میلیون جمعیت زیر خط فقر چیکار می‌خواید بکنید در به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها؟ من عرض کنم، من فقط خواهش می‌کنم از میگی که اصول شبکه 3 چند دقیقه وقت بدن تا ما بحث یه جوری جمع کنیم، حداقل تا یه رو به 12 ما وقت می‌خوایم. خواهش می‌فرمان اصولگرایی زاده دهه 80 نه، اصولگرایی از مجلس دوم شکل گرفته، مجلس سوم، مجلس چهارم کیا رد صلاحیت کردن؟ اونایی که رد صلاحیت کردن شما از اعقاب فکری هامونا هستین، ادامه هامونا هستین و آقای ناطق و دوستانتون آقای باهنر الان هم هستن. من جریان اصولگرا رو از دهه 80 نمیدونم، از دهه 60 میدونم. بحث متحسنین مجلس سوم، من البته جزء متحسنین نبودم، موافق هم نبودم در تحسن، بارها هم اشاره شده. و اینکه شما هی در بولتناتون می‌نویسین میگین مجلس ششم نوشته که رهبری جام زهر بخوره. این واقعا خیلی بی‌انصافیه. ما اومدیم با احترام بسیار بالایی اومدیم یه نامه مشکلات کشور به رهبری انتقال بدیم، گفتیم اگر این مشکلات حل نشود خدای نخواسته ممکنه زمینه و فضایی ایجاد بشه که ما مجبور به خوردن جام زهر بشیم. این واقعا از یک نماینده مجلس بعیده که اینجور خلط مبحث میکنه و یه مطلب رو خلاف مردم. موافق بودید پس با نامه؟ من نامه امضا کرده بودم بله، و نامه هم ازش دفاع میکنم. در بحث صیانت از آرا دوستان اینقدر این قانونگراییشون گوش فلک رو کر کرده. آقا این صیانت از آرا قانونه. در 30 مرداد سال به اصطلاح سال 79 این قانون تصویب شده که کاندیداهای ریاست جمهوری میتونن در پای هر صندوقی یه نماینده داشته باشن. خب ما 46,000 صندوق در سراسر کشور داشتیم، بعد 45,000 تا، اصلا 40,000 تا. می‌خواستیم 40,000 تا نیرو رو آموزش بدیم، ساماندهی کنیم که اینا برن سر صندوق‌های رای، اونجا ناظر بر انتخابات باشن. خب این کمیته که هیچ، یه سازمان عریض طویل هم نیاز داره. من دیدم اون شب آقا شمیداری هم فرمودن، ایشون هم الان دارن میفهمن که آقا شما چرا کمیته صیانت از آرا، این یه توطئه خارجی بوده لابد. بابا قانون بوده. قانون من دارم میخونم، شما که خیلی مدعی هستین که به اصطلاح قانون میگه، من الان به آقای دکتر فقط دستور عملش هم میارم خدمتتون. برای اینکه بعد یه سوال میکنم بهشون وقت بدیم تا اینجوری جمع. یه سوال میکنم از شما آقای دکتر، شما که میگین مثلا رأی مردم محترمه، در انتخابات مجلس ششم در تهران شورای نگهبان 700,000 رأی مردم رو ابطال کرد. در انتخاباتی که ناظر شورای نگهبان بود از یه جریان فکری اصولگرا که نباید اینجوری باشه و برگزار کنندش اصلاح طلب‌ها بودن، چطور در انتخاباتی در شهر تهران فقط 700,000 رأی ابطال شد، ولی در انتخابات ریاست جمهوری که شب انتخابات رفتن پول دادن به ملت، اون پروژه رو اونجوری افتتاح کردن، نمونهش که قطار شیراز اشاره کردم، این انتخابات بی‌عیب و ایراد بود. آقا 25 خرداد ملت اومدن به این نتیجه که اعلام شده اعتراض کردن. حضرت امیر چی میگه؟ میگه اگر مردم به تو بدگمان شدن و تو را در موضوعی متهم کردن، با بیان روشن دلیل خود را بیان کن و سوء ظن آنها را با بیان دقیق برطرف گردان، زیرا تو با این کار برای خودت پاداش در نظر گرفته و نسبت به مردم خود هم لطف کرده و با این عذرخواهی به هدف خیش که راه یافتن به حق است دست یافته ای. من سوالم این از آقای دکتر که شما چرا اجازه نمیدین؟ حالا ایشون میگن آقا ننم
خروجیش به آشوب میکشه. خب نیرو انتظامی برای چی هست؟ خب نیرو انتظامی امنیتش رو تامین کنه تا اجازه بده مردم بیان. بعد از اون طرف شما میگین آقای به اصطلاح موسوی، من اینا رو باید جواب بدم دیگه، آقای دکتر خیلی صحبت کردن. آقای موسوی این بحثو کردن، آقای احمدی نژاد بر اساس چه منطقی اومدن اون میتینگ نمیدونم پیروزی رو برگزار کردن و هنوز شورای نگهبان تایید نکردن؟ من خواهش می‌کنم این پیکنده محترم این که ببخشید آقای عذر میخوام، خب حالا این که میگین نظام بیشتر از ظرفیت خودش به دوستان چیز کرد، آقا شما اجازه راهپیمایی که ندید، اجازه به راهپیمایی که ندید. یه عده‌ام که کسایی که مثل آقای تایزاده، آقای نبوی، آقای میردامادی، اصلاح طلب و دوستان ما که فقط در انتخابات اومدن فعالیت کردن، سخنرانی انتقادی کردن، همین سیاست دولت رو به نقد کشیدن، گرفتین کردین زندان. آقا این نظام چه ظرفیتی برای ما ایجاد کرده که ما اون ظرفیت خبر نداریم که بریم ازش استفاده کنیم؟ آقای دکتر ما چون وقتمون کمه و شما هم فکر می‌کنم استوفا از وقتتون استفاده کردید، چند دقیقه بیشتر من فقط خواهش می‌کنم اگه ممکنه حالا یکی دو دقیقه حداقل به وقت اضافه بکنن تا ما به انجامی برسیم. آقای زاکانی این اندازه متا کوتاه شما باید بگید چون ما خیلی فرصت نداریم. اگه وقت اضافه کردن برمیگردیم. وقت بگیرین من فکر کنم آقای زاکانی بیشتر صحبت کردن. حالا اون رو هم اعلام کنید. حالا نمیدونم اگه وقت رو اگه اعلام بکنن بهتره. آره من چون دو سه کرونومتر بالاخره من فکر کنم باید بذاریم. سریع رو آقای دکتر اگه اجازه بدیم. بس شورای دوم انتخابات آزاد بود، دوستان برنده شدن، ما احترام گذاشتیم به رأیشون، هیچ بحثی نداره. انتخابات دوم هم اگرچه حتی آقای کروی منتقد بود، ولی من خودم مصاحبه کردم در روزنامه ایران، گفتم انتخابات سالم بوده. ببین اگر انتخابات سالم برگزار بشه که ما مشکلی نداریم، ما میپذیریم، ولی بحث اینه که شما انتخاباتی برگزار کردی که از 12 تا عضو شورای نگهبان 8 تاش اومده به نفی کاندیدا سخنرانی کرده. خب معلومه نتیجه انتخابات مردم نمیپذیرن و معلومه که بعدش بحران به وجود میاد. بعد میان آقا ما پیش بینی کردیم که نمیدونم پریشان میگفتن ما پیش بینی کردیم که بحران میشه. خب معلومه اگه کسی بخواد بزنه تو گوش یه نفر خیلی نیاز به هوش نداره، پیش بینی میکنه که اون انتقاد میکنه، اون اعتراض میکنه. این حرکت الان گفتن که شما 13 دقیقه و 30 ثانیه حداقل صحبت کردید. اجازه میدید آقای زاکانی؟ از من 13 من البته خود جواب ایشون رو باید بدم دیگه. مثلا میگن امام گفتن در مورد نهضت آزادی، امام خیلی حرفا رو زدن. امام برنامه مناظره نیست. امام در مورد عدم حضور نظامیان در سیاست هم گفتن، شما چرا عمل نمی‌کنید؟ این رسم برنامه گفتگو نیست آقای دکتر. من از شما عذرخواهی می‌کنم. آقای زاکانی متأسفانه وقت شما کمتره. بفرمایید. نه من استفاده کردم. اگر ایشون بازم بخواد نکاتشون به مردم بگن، حرفای تکرار شده و گذشته رو میتونن بیان کنن. به هر حال شما از وقتتون استفاده بکنید.